اکثر محصولات مهندسی شده از قطعات زیادی تشکیل میشن که باید با هم هماهنگ باشن. بعضی وقتها باید قطعات خیلی راحت روی هم مونتاژ بشن، در حالی که گاهی هم باید قطعات به هم پرس بشن و از هم جدا نشن. برای طراحی قطعات یک روش سیستماتیک وجود داره که کمک میکنه هم در اولین بار تولید و هم در دفعات آتی تولید دقیقاً همونطور که می‌خوایم قطعات کنار هم قرار بگیره. تو این ویدیو می‌خوایم به شما نشون بدیم که چطور این کار رو میشه انجام. برای این کار مهندس‌ها از یه اصطلاح به نام تولرانس استفاده میکنن. بیاید این رو با هم باز کنیم. بیشتر وقتها مخصوصا توی نرم افزارهای کد ما فقط یک عدد دقیق رو برای ابعاد وارد میکنیم. به این اندازه اصطلاحاً اندازه نامی میگیم. اما وقتی که میخوایم اون قطعه رو بسازیم نمیتونیم فیچرها رو دقیقاً همونطوری که مدل کردیم تولید کنیم. هر فیچر ممکنه کمی بزرگتر یا کوچکتر از عددی که وارد کردیم ساخته بشه. پس باید یه تولرانس تعریف کنیم که به سازنده میگه چقدر تغییر از اندازه نامی قابل قبول. همونطور که در این نمودار میبینید فرآیندهای مختلف تولید توانایی ایجاد بازه مشخصی از تولرانس رو دارن. باید به این نکته توجه کنیم که مفهوم تولرانس بیشتر در یک تولید با نرخ تولید بالا معنا پیدا میکنه و وابسته به موارد مختلفی از جمله سایش ابزار، سلبیت ماشین ابزار و عوامل دیگه است. در این بین یه اشتباه رایج که مهندسان تازه کار مرتکب میشن اینه که تولرانس هایی که انتخاب میکنن خیلی سخت‌تر از اون چیزی هست که نیاز دارن. همونطور که مشاهده میکنید هرچی تولرانس سختگیرانه تر باشه هزینه ساخت قطعه هم به طور تصاعدی افزایش پیدا میکنه. حالا سوال اینجاست چه تولرانسی نیاز دارم؟ این به عملکرد سیستم مد نظرتون برمیگرده. توی بعضی موارد ممکنه بخواید قطعات خیلی راحت روی هم مونتاژ بشن و در برخی موارد نیاز داشته باشید که اصلاً جابجایی نداشته باشن. از طرفی گاهی حرکت نسبی زیاد هم مشکل نیست. حتی ممکنه نیاز داشته باشید که دو قطعه به طور دائم کنار هم قرار بگیرن و از هم جدا نشن. به تمام این روابط بین قطعه‌ای فیت، انطباق یا الاونس کتاب ماشینریز هندبوک یک مرجع خوب برای طراحی انطباق هاست. انطباق یک قرارداد نامگذاری مخصوص داره که در استاندارد آمریکایی شامل 2 حرف و یک عدد میشه. حروف نشان دهنده نوع فیت هستند و عدد هم مربوط به کلاس تولرانسی اون انطباق میشه. اعداد بزرگتر یعنی تولرانس های آزادتر. این اعداد برای تمام انطباق های استاندارد عزمه به کار برده میشن. ستون های رنگ شده نشون دهنده تولرانس های شفت و ستون های هاشو خورده نشون دهنده تولرانس سوراخ است. این نمودار برای شفت 1 اینچی طراحی شده، اما یه سیستم مشابه برای اندازه های بزرگتر و اندازه های متریک هم وجود داره. اصل ثابته اما جزئیاتشون کمی متفاوته. همونطور که مطرح شد این نمودار برای اندازه 1 اینچ، پس باید از جداول دیگه‌ای برای اندازه‌های دیگه استفاده کنیم. این کار خیلی راحت انجام میشه و ما با یک مثال به شما نشون میدیم چطور این کار رو انجام. اولین فیتی که نشون میدیم شل‌ترین فیت هست. این یک LC11 هست که میبینید فاصله زیادی داره. برای طراحی این فیت ابتدا ستون LC11 رو پیدا می‌کنیم، بعد ردیفی که با اندازه اصلی ما مطابقت داره رو پیدا می‌کنیم. توی تقاطع اندازه و فیت یک محدوده تولرانسی برای شفت و سوراخ مشخص شد. توجه کنید که این اعداد به هزارم اینچ هستن. از همون رویه برای طراحی فیت‌های دیگه هم میتونید استفاده کنید. تولرانس LC11 یک تولرانس خیلی شل محسوب میشه. بنابراین سوراخ کردن با یک مته معمولی کافی. تراشکاری برای ایجاد تولرانس روی شفت هم امکان پذیر. البته احتمالاً فرآیندهای دیگه‌ای مثل شکل‌دهی، اکستروژن هم بتونه همین تولرانس رو روی شفت ایجاد کنه. فیت LC11 معمولا وقتی به کار میره که نیازی به موقعیت دهی دقیق قطعات جفت شونده نداشته باشه. اصطلاحاً به این سوراخ میگیم سوراخ راپیچ، یعنی سوراخی که پیچ از اون عبور پیدا میکنه انطباق LC11 داره. فیت LC9 کمی بسته‌تر از LC11، در واقع کمی سختگیرانه‌تر از LC11 محسوب میشه. LC9 تولرانس نسبتاً سختگیرانه‌ای برای سوراخ محسوب میشه، اما شفت مقابل اون رو هنوز میتونید با دستگاه تراش هم تولید کنید. می‌بینید که در اینجا ما یک مقایسه بین LC9 و LC11 داریم. هر دوی انطباق‌ها هنوز با روش‌های تولید استاندارد و رایج قابل دسترسی هستند. دسته‌بندی بعدی انطباق‌های رانینگ یا عبوری است. این فیت‌ها معمولاً وقتی استفاده میشن که شما نیاز دارید دو قطعه آزادانه با هم جفت بشن یا به عبارت دیگه بدون هیچ نیرویی به هم وصل بشن، ولی یه مقدار دقت در موقعیت اونها هم نیازه. برای دستیابی به سوراخ RC6 باید از بروغزنی استفاده کنید، ولی اگر قطر ابزار و انحرافات رو به خوبی کنترل کنید احتمالاً میتونید این تولرانس رو با فرز CNC هم به دست. البته ممکنه تکرارپذیری بالایی نداشته باشه. برای شفت همچنان تراشکاری گزینه خوبیه، اما در شرایطی هم ممکنه توانایی تولید اون رو نداشته باشه. RC6 وقتی نیاز به موقعیت دهی دقیق دو قطعه هست به کار برده میشه. این فیت محکم‌ترین فیتی هست که میشه با فرآیندهای تولید معمولی و با نرخ ضایعات کم بهش رسید. برای بقیه کلاس‌های تولرانسی بسته‌تر باید یه مقدار روی فرآیندهای تولید کار کنیم تا به تولرانس‌ها برسیم و باید کاملا مطمئن باشیم که در طراحی به این تولرانس‌ها نیاز داریم چون این موارد هزینه برتر هستند. فیت RC3 یکی از بسته‌ترین انطباق‌های آزاده که تکون خوردن محسوسی رو نداره. معمولاً این تولرانس برای جایی است که جابجایی قطعات انطباق یافته مجاز نیست. میتونید سوراخ رو توسط برقوکاری یا بورینگ بسازید. همینطور به کمک یک CNC دقیق و کنترل ابعاد و سایش ابزار میتونید سوراخ رو ایجاد کنید. البته باید مطمئن باشید که دیفلکشن ابزار باعث به هم خوردن عمق سوراخ نشده باشه. برای شفت نیاز به یک دستگاه تراش با سلبیت بالا دارید. این روش ممکنه بتونه این تولرانس رو روی شفت به صورت تکرارپذیر بزنه، ولی مثل سوراخ نیاز به بازرسی منظم جهت بررسی انحرافات ابزار و سایش ابزار داره. برخی از قطعات مخصوصا
خصوصا قطعات انعطاف‌پذیر یا سخت هم ممکنه نیاز به سنگ‌زنی به منظور رسیدن به اندازه تولرانسی مد نظر داشته باشه. در اینجا مقایسه از دو انطباق عبوری بین RC 6 با بازی زیاد و RC 3 که تقریبا هیچ بازی نداره می‌بینیم. RC 3 برای اتصال محکم‌تر قطعاتیه که موقعیت دهی دقیقی رو نیاز داره، ولی هنوز هم میشه به راحتی مونتاژشون کرد. نوع بعدی فیت انتقالی یا ترانزیشن هست که برای مونتاژ و دمونتاژ این اتصالات نیاز به یه مقدار نیرو داره. با انطباق LT3 وقتی قطعات سر جاشون قرار میگیرن هیچ بازی وجود نداره. تولرانس مورد نیاز برای فیت LC3 تقریبا مشابه RC3 است، ولی این بار دامنه قطر شفت تغییر کرده تا مقداری تداخل ایجاد بشه. وقتی یه مقدار تداخل بیشتر اضافه کنیم به انطباقی میرسیم که به اون فورس فیت میگیم. این انطباق نیاز به اعمال نیرو توسط پرس داره و نوعی اتصال دائمی رو ایجاد میکنه. امیدواریم از این ویدیو لذت برده باشید و اگر سوال بیشتری در زمینه مهندسی طراحی مکانیک دارید میتونید با ما مطرح کنید. با لایک، فالو و معرفی به دوستاتون ما رو در تولید محتوای آموزشی بیشتر حمایت کنید.